سلام علیکم افغان عزیز، خدا کنه جور و صحت باشین و خوشحال هستم که دوباره در خدمت شما قرار دارم. موضوع امروز فقط میخواستم درباره اینوستمنت یا سرمایه گذاری صحبت بکنم که بسیاری دوستاس یا افغانان هستن خوشبختانه که در این حالت در این بزنس اینوستمنت داخل شدن و میخواین سرمایه گذاری بکنن که فضل خدا در چند سال یا در چندین ساله که در کانادا مسئله خانه ها و بزنس ها بسیار خوب است. مارکت خوب به سطح بالا قرار داشته و خرید فروش بسیار موفقانه بوده. در می قسمتی که آدم میتونه مثلا اینوستمنت بکنه، یک حالت است که اگر کسی یک خانه داره میخواد خانه دوم رو بخره و او یا کرا بده یا ترمیم بکنه و دوباره به فروش برسانه. یعنی خودش یک تجارت است، یک بزنس است که بسیاری ها اینجا مصروف هستن و خوشبختانه که افغانای ما در چند سال آخر هم به این گپ داخل شدن و بسیار کار خوب است و اکثرا فایده کردن. بعضی مسائل است که باید روش صحبت شود. اگر شما یک خانه دارین، مثلا خانه دوم میخواین بخرین، کسایی که اینوستمنت میکنن طبعا یا سرمایه گذاری میکنن، شما باید 20% قیمت امی خانه را پیش پرداختش باید با خود داشته باشین. امیر دولت کانادا قانون نو است که میگن باید 20% داشته باشین. این حالا بازی که شما میگیرین خانه را یا کرا میتین دوباره یا ایست که ترمیم میکنین و دوباره به مارکت میندازین، به فروش میرسانین، او کار به دست خودتان است. دیده شد که هر کس به چی حالت خود راحت‌تر و خوبتر احساس میکنه و موفق‌تر احساس میکنه. طبعا خانه دوم وقتی که آدم میگیره ترمیم میکنه، مثلا به سرمایه خود میتونن بکنن. بسیاری دوستا میتونن دو قسمت مارگیج بگیرن به سر از خانه، یا مارگیج به حساب ترمیم و رپیر و پاس، یا دوباره میسازن خانه را. هر شکل که باشه امکانات بسیار زیاد است، آدم میتونه کار بکنه. بعد از ترمیم و گپا وقتی که اگر میخواین بفروشین، دو حالت است. یکی که بسیاری میخواین کرا بتن، یک ترمیم خلاص میکنن و کرایه میتن. مثلا اگر خانه است منزل اول و دومش علیحده کرا میتن، پایینش علیحده کرا میتن و همچنان اپارتمان امکان داره کار بکنن. یا اگر میخواین ترمیم بکنین و بفروشین، دوباره وقتی که میفروشین در این قسمت یک جزء یک مسئله است که باید خبر باشه کلگی دوستایی که کارا رو میکنن. وقتی که آدم میفروشه یک تکس یا یک مالیه بر عاید از امی بزنسی که شما دارین دولت کانادا طبعا طلبکار است و او فقط معنیش است که وقتی که آدم خانه رو میخره مصرف میکنه بالای از او هر مقداری که هست، آدم هر تغییری که میاره، هر ترمیمی که میکنه مصرف میکنه و بالاخره به یک نفع یا به یک فایده میفروشه. اینا تفاوت بین همین خرید جمع مصرف و فروش یک تفاوتی که هست و اون فایده است. از اون فایده دولت کانادا 1% که شما این بزنس میکنین 1% به حساب مالیه میگیره که آدم باید در نظر داشته باشه. بعضی دوستاست میگن نه من اونجا هم زندگی میکنم، هم پسان باز میفروشمش. اگر خانه دوم باشه باز هم عین چیز است. اگر شما در این خانه زندگی میکنین، خانه اولی رو خالی میمالین یا به حساب او دوج کمتر زندگی میکنین، خلاصه تفاوت هر سال زیادتر یا یک روز تا زیادتر از 6 ماه در هر خانه‌ای که شما زندگی میکنین او خانه اولی حساب میشه. او رو در صورت فروشش کدام مالیات از شما دولت نمیگیره. خانه اساسی است یا خانه اولی است، ولی هر خانه دومی که هست یا وقتی که اگر میفروشین از او باید یک مالیات دولت بگیره. هر جایی که شما کمتر از 6 ماه زندگی کردین در طول یک سال یا 2 سال، هر چیزی که هست. یعنی پرینسیپل خانه همون خانه است که شما زیادتر از 6 ماه وجود بود و باش داشتید در طول 1 سال حساب میشه. دوم، اگر شما میخواین مثلا خانه را یک رنگ رو تازه بتین، یک رنگ میکنین، تمیز میکنین، پاک میکنین، دوباره کرا میتین. این کرایه را وقتی که شما جمع آوری میکنین اکثرا جمع هر مقدار پولی که باشه جمع آب و برق و گازش هست، اما تکس یا تکس پراپرتی تکس منش خود صاحب خانه که شما باشین میپردازین. و در پولیش باز شما وقتی که کرا میتین می خودش یک عاید است، یعنی ماهانه شما یک درآمد پیدا میکنین. حالا از این درآمد باز دولت کانادا میخواد که یک مالیه بگیره.
ولی شما چون خانه را که گرفتین اینا یک مارگیج هم سرش گرفته باشین، امکان زیادش هست. وقتی که اگه مارگیج گرفتین همون فیصدی مارگیج شما میتونین رایت آف کنین یا به حساب از درآمد رو خارج کنین بکشین، که بگین مثلا وقتی که من مارگیج میتم خود درآمدم نیست، کرا میگیرم 1000 مارگیج میتم 500 میمونه 500 برام، اینا 500 که من مارگیج مثلا همون فیصدی سودش که شما میتین او رو میتونین که از درآمدتون منفی بکنین. یک کمک باریکیا داره، ولی خب این مسئله میمونیم برای کسایی که اکاونتانت یا حسابدارتان هست، اونا باید حساب بکنن. خب تر از مقصد شما یک معلومات عمومی داشته باشین که یگان چیز امکاناتش هست. دیگه بسیاری دوستا زنگ میزنن و بخصوص از خارج از کانادا میخوان اینجا یگان خانه بخرن، یگان اپارتمان بخرن، به حساب امو پیسه خود از اونجا به اینجا ساستا انتقال بتن و میخوان بهتر یا خودشان بیان زندگی بکنن. ما از این کارا کردیم، دوستا خانه خریدن، اپارتمان خریدن، تماس گرفتن، کدام کار مشکل نیست. فقط یک گانه چیزی که بسیار ضرور است برای دولت کانادا در وقتا قوانین‌های تغییر کرده، امیست که شما امی شخصیتتان، کارتان، آدرس جایی که شما زندگی میکنین، پولی رو که شما درآمد میکنین یا درآمد دارین در اونجا بزنس دارین یا هر کاری که میکنین، اون امور اینا میخوان مطمئن شون که به حساب از راه درسته هست، از راه مثلا این گپا زیاد شده مثلا تروریسم اینو که اونا پیسای خود اینجا نبیارن، خانه نخرن، این گپا. خب با هر چی هست این مسئله سکیوریتی یا به حساب حفظ اجتماعی خود کانادا است که اینا رو در نظر میگیرن. اینا شما اگر میخواین از بیرون بخرین، فقط یک وکیل، یک مستوفی، یک کس باشه که تصدیق بکنه که شما اینمی آدم هستین، در اونجا زندگی میکنین، بله اینمی کاروبار زندگی شما هست، یک تصدیق باید وجود داشته باشه. بعد از اون پول انتقال میتونین، اینجا میخرین، خانه رو میتونین کرا بدین، اپارتمان یا خانه رو میتونین دوباره بفروشین. بسیاری رو ما دیدیم که کار کردن و افغانان و خارجی ها هم تا به حال کدام ضرر ندیدن. و ایران باید یادآور شم که کانادا یکی از آرامترین و آسانترین کشور دنیاست که یک خارجی میتونه اینجا پول خود بیایره و یک بزنس بخره یا یک سرمایه گذاری بکنه. مقصد معلومات داشته باشین. دیگه جزئیاتش بسیار زیاد است، دیگه نمیشه کدام کارش دیگه بگن، جان نظر برگ از شرایطش فرق میکنه. خلاصه بازم در خدمتتان هستم، سوال داشتین، پرسان داشتین، تماس بگیرین، تلفن و ایمیل ما هست در خدمت شما از هر طریقی که میتونین. انشالله که از کمک به شما دریغ نخواهد کردم. تشکر یک جهان، شب و روز شما خوش، خداحافظ.